درود رفقا، امیدوارم که هر جای این کره خاکی که هستید دارید این ویدیو رو میبینید در سلامت کامل باشید. در ابتدای این ویدیو خدمتتون عرض کنم که چون که داشتم پاسخ کامنت ها و پاسخ دایرکت های شما بزرگواران رو میدادم و وسط اون اینترنت ها متاسفانه قطع شد. هر سوالی، هر سخنی، هر چیزی که دارید زیر همین ویدیو در قسمت کامنت ها بیان بکنید. این قول رو بهتون میدم که ویدیوی پرسش و پاسخ رو به زودی توی کانال قرار میدم و پاسخ به تک تک پرسش ها شما بزرگواران میدم. حتی اگر جمله‌ای باشه که دوست دارید عمومی باشه و من توی ویدیو میارم نشون میدم و ویدیوی پرسش و پاسخ رو بسازم، بیشتر از کامنت های زیر همین ویدیو خواهم ساخت. خب آقا، روزهایی که گذشت روزهای سختی بود، برای همه ما روزهای سختی بود. مخصوصا این که اتفاقی افتاد که تاریخ دوستا رو مخصوصا خیلی ناراحت کرد و کشور ما هیچ وقت به این سرعت، کسی که حالا مقابلمونه، دشمنمونه، به این سرعت نرسیده بود به پایتختمون. خب اتفاقاتی افتاده که همه ما رو ناراحت کرده. بالاخره توی جنگ کشته هایی به وجود میاد. این کشته ها یه دونه آدم عادی هم باشه یا همون غیر نظامی به اصطلاح باشه، دیگه آدم عادی کشته شد. و نمیدونم، حالا میگفتن که آقا در ابتدای شروع جنگ 11,000 تا نقطه رو در نظر داشتن که بزنن و وقتی 11,000 نقطه حرفش به میون میاد، یعنی احتمال این که پس غیر نظامی ها آسیبی ببینن بالا میره. حالا کاری به اینها نداریم. بدترین اتفاقی که افتاد، اول این رو بگم، این ویدیو صرفاً برای این اعلام شروع فعالیت کانال ماست که این اتفاقات افتاده و داریم شروع میکنیم، در صورتی که کانال ما یک کانالی که میتونه در همه شرایطی فعالیت بکنه. حتی در شرایط جنگی میتونه فعالیت بکنه. میتونیم بشیم تریبون، میتونیم بشیم تریبون مردم، میتونیم بشیم تریبون اطلاع رسانی. که آقا وقتی یک جایی رو هدف قرار میدن، این اتفاق خیلی تلخیه که افتاد. وقتی یک جایی رو هدف قرار میدن، حالا چه با پهپاد انتحاری باشه، چه با موشک باشه، موشک کروز باشه، هر چی که باشه، احتمال اینکه دوباره همون نقطه رو چند ثانیه بعدش بزنن بسیار زیاده که مطمئن بشن 100% به اون هدف رسیدن. اتفاقی که توی تهران افتاد، اولین برخورد انجام شد به یک ساختمانی که روی سطح زمین بود. مردم همیشه کنجکاو ما سری دور اونجا جمع شدن ببینن چه اتفاقی افتاده، که فکر کنم کروز بود، موشک کروز بود، بعدی خورد. و اون اتفاقی که از اتفاقاتی بود که فکر کنم به آمارای تلفات و مصدومان غیر نظامی ما سریع افزایشی داد. خب اینترنت آقا قطع نباشه چه ایرادی داره؟ هر کسی همه چیزی نمیدونه. هیچ کسی تو دنیا نیست که بگیم همه چیز رو میدونه. هر کی بالاخره این نکته هست که ندونه. چه عیبی داره؟ نمیدونه. اما اگه اینترنت وصل باشه، نه من، یکی نفری که اصلا جمعیت میلیونی دارن دنبالش میکنن، بیاد بگه آقا وقتی یک جایی موشک میخوره جمع نشید دورش، شاید اون افراد، شاید ساجست میشد برای همه اون افراد اون ویدیو رو میدیدن و دیگه حداقل زنده بودن، آسیبی نمیدیدن. این اینترنت قطع بودنه باعث میشه مردم، اونایی که خیلی همون دیدیم پدافند کار میکرد، ضد هوایی کار میکرد، این تیرا که توی هوا یک جایی میرسه منفجر میشه دیگه. خیلی هم میگفتن نگاه داری میخوره به هدف. خیلی همون دیدیم افرادی که نمیدونستن این رو. میگم خب ندونستن عیب نیست. نمیدونیم که آیا اونهایی که وایساده بودن زیر این آسمون، بالای سرش پدافند و ضد هوایی داشت کار میکرد، خدای نکرده چیزی بهشون اصابت کرد یا نه؟ خب اونایی که میدونیم تیرها انفجاری، یک جایی که میرسه منفجر میشه خودش و ترکش داره. اصلا این انفجار به خاطر اینکه ترکش ها به اصابت بکنه به اون چیزی که توی آسمون رو تجاوز کرده یا هر چیزی که هست. برخی هاشون هم که حالا یه خورده یه مخزن کوچولویی داره، یه خورده ساچمه اینا داخلش که در کنار حالا تکه های خود اون تیر اونها هم پرتاب بشه.
خب اینها ممکنه تو چشم کسی بره. خب این اطلاع رسانی آقا اینترنت باشه میشه داده بشه که آقا برید زیر یک جای سقف بالا سرتون باشه، وقتی حتی تو خیابون توی خریدید برید توی یک مغازه‌ای وایسید بذارید این تموم بشه دوباره بیاد برید بیرون. آژیر که نداشتی. من به شخصه که یک صدای آژیر نشنیدم. منی که اینترنتم دیرتر از همه متصل شده، متصلم که شده درست متصل نشده، چون تو نزدیکیم چند تا پادگان نظامیه، یک سایت هسته تازه تأسیس کنارمه، به همین دلیل اینترنتم خیلی دیرتر وصل شده. منی که تو این موقعیتم آژیر نشنیدم. نمیدونم اگر شما جایی شنیدید اطلاع بدید. 12 روز جنگ شد. جنگ هیچ وقت خوب نیست. تو این 12 روز جنگ آسمون کشور اونها دیگه به جای ستاره کلا موشک میدیدن. ما به جای ستاره پدافند میدیدیم، خب انفجار میدیدیم. و یک چیز خیلی مهم این وسط، ببینید توی زمانی که ما داریم زندگی میکنیم میدونیم، همه میدونیم که اقتصادمون متاسفانه دچار مشکله و به خاطر یک سری چیزا دچار مشکله. یکی از اون دلایلی که خیلی محکمه برای اقتصاد ما که دچار مشکله، فعالیت هسته‌ای مونه. فعالیت هسته‌ای که چندین سال اقتصاد رو تحت تاثیر قرار داده و بیشتر جوان‌ها الان دارن اذیت میشن تو این دوران، نتونستن چیزی برای زندگیشون جمع کنن، توشه جمع کنن برای تشکیل زندگی و همه اونها با بیتوهای آمریکا نابود شد. حالا از اینا بگذاریم. خب طبیعتا این شرایط باعث میشه یک سری مشکلات حالا برای یک سری از محتواهای ما به وجود بیاد. محتوایی که مسافت بسیار زیادی رو باید بریم و بازرسی‌های بسیار زیاد. میدونید که ما وقتی داریم توی یوتیوب فعالیت میکنیم مجوز فیلم برداری نداریم و کافیه که از همون درون هایی که یا همون هیلی شاد توی شهر بیشاپور یا نقش رستم اینا هوا کردیم همراهمون باشه. خب شک برانگیزه. تجهیزات فیلم برداری همراهمون باشه، شک برانگیزه. بازرسی‌های بسیار زیاد. خب شک نکنید که توی اولینش باید وایسیم توضیحات بدیم و باید ثابت بکنیم. توی دومیش باید تک تکش باید ثابت بکنیم. و ویدیوهای ما معمولا محتوای بیرونمون فقط اونایی که توی اماکن تاریخی یک جای عادی هستیم، بقیش توی کوهیم و میدونیم که توی کوههای ما خب پشت هر کوه یک منطقه نظامی هست. این روزها فعلا کم شک برانگیزه برای اونها. ویدیو رو آماده کرده بودیم اما خب شرایط یک جوریه که یک جوری شد که نتونستیم بذاریم و دقیقاً زمان آپلود، یعنی ویدیو رو گذاشتم که بارگذاری بشه توی کانال به صورت خودکار، زمانش رو هم تعیین کردم، همون موقع گویا شروع شده بوده همه چیز و کم کم هم که اختلال ها فکر کنم اولین جا از پیش خودم شروع شد، این نشد ویدیو رو بذاریم. یک ویدیو اعلامی برای شروع گذاشتم که بدونید که تو فکر هستیم، همه ما تو فکریم. ولی خب شرایطی که پیش اومده، یک آتش بسیه که هیچ کدوم از ما نمیدونیم این آتش بس موقت دائم قضیه چیه و هیچ کدوم از ما نمیدونیم 2 روز دیگه چی میشه، آینده چه خواهد بود. اما فقط میدونم که خیلی دوران‌ها داشتیم، اخامنشیان، سومریان، سلوکیان و دوران شکوهمند ساسانی، خیلی دوران‌ها رو داشتیم. اما همه دوران‌ها رفتند و مردم موندن. تهش مردمن که میمونن. خیلی اتفاقها شاید بیفته، تهش مردمن که بمونن. مراقب خودتون باشید. خیلی کار داریم با هم دیگه. بدرود.